سلام علیکم، احوال شما چطوره؟ به چنل یوتیوب نازی کوکس خیلی خوش اومدین. قربون شما، مرسی. اولین ویدئویی که من قراره به صورت رسمی توش آشپزی هم بکنم ولی آموزشی نیست. من میخوام توی این ویدیو پشت صحنه ویدیوهامو بهتون نشون بدم که چجوری شروع میکنم و چجوری تموم میکنم و اینا تا اونجایی که بشه. و الان اولین چالش هم اینه که نمیدونم کجا رو اینجا رو باید نگاه کنم یا اینجا رو. اصلا خیلی سخته. من عادت دارم همش خودم رو نگاه میکنم، برای همین اینو نمیتونم هندل کنم. حالا حاضر فقط نورا رو ستاپ کردم. الان با هم میریم، من حاضر میشم، یه آرایشی میکنم، الان فقط لباس پوشیدم و اینکه مرحله مرحله نشون میدم که چجوری پیش میره دیگه. خودم نمیدونم چه اتفاقی قراره بیفته. بعد اینکه قبل از هر چیزی میخوام ازتون به صورت رسمی خواهش کنم، درخواست کنم که چنلمو سابسکرایب کنید. پیج اینستاگرام هم حالا یه جای اینجاها میذارم، اونم اگه ندارید فالو کنید که من دوست دارم اینجا خیلی بیشتر فعالیت کنم و به حمایت شما نیاز دارم. اینجا هم که میبینید مثل شهر شامه، به خاطر اینکه من همه رو دیگه همه سیستم رو به هم میریزم واسه اینکه میخوام ویدیو بگیرم دیگه. بریم ببینیم چی میشه. خب خوش اومدید به اتاق من. من معمولا برای ویدیوها موامو میبندم، احتمالا یه چند روز دیگه میرم موامو کوتاه میکنم که قشنگ دیگه باز باشه از این بعد توی ویدیوها، چون که اصلا دوست ندارم همش دستم به موهام باشه و ببندم و اینا. این آبرسانه رو از آمازون گرفتم، خیلی خوب بود، فقط بعدش اینه که خیلی زود تموم میشه. یعنی الان من فکر کنم 2 هفته است گرفتم، انقدرشو استفاده کردم. ولی خب چون خیلی خوبه همش دوستم، هم یه حس تازگی به پوستم میده، هم یهوی سفتی و شفافیت باحالی به پوست میده. دوستش دارم. خواهم یه خوردم از خودم براتون بگم تو این ویدیو اگه بشه. قهوه‌ام ریختم. من نازنینم، 31 سالمه، الان توی ایتالیا زندگی میکنم، برای تحصیل اومدم اینجا. 2 هفته دیگه میشه 2 سال که من اینجا دارم زندگی میکنم و شراب و غذای ایتالیایی هم دارم میخونم. اصلا اشتباه نگیرید، اصلا هیچ ربطی به آشپزی نداره. چیزی شبیه به چیزه، به رشته صنایع غذایی خودمون تو ایرانه، ولی خب خیلی به صورت اسپسیفیک و ویژه شراب و غذا هم محصولات ایتالیایی رو مورد بررسی قرار میده. اینکه حالا شرابا چجوری تولید میشن از انواع اقسام انگورها، بعد روغن زیتون، خود زیتون، انواع پنیرها، انواع گوشت گاو، گوشت خوک و هر چیزی که در ایتالیا تولید میشه و مال ایتالیاست رو ما بررسی میکنیم، کیفیتش و طریقه صادر کردنش و درسای مختلف داریم دیگه. و اینکه رژیم حاکم بر کشور، بر این خطه، احتمالاً همونطور که میدونید رژیم مدیترانه‌ایه. مثلا ما یه درسی داریم که اونو مورد بررسی قرار میده که رژیم مدیترانه‌ای برای 6 سال پیاپی بهترین رژیم دنیا شده و خب اینو از طول عمر و اصلا کیفیت زندگی مردم این خطه مدیترانه میتونی متوجه بشی که چقدر رژیم درستیه اگر که رعایتش کنی. اینجا هم هستن کسایی که رعایت نمیکنن. بعد دیگه چی بهتون بگم؟ از رشتم هم تقریبا یه 5-6 تا امتحان دارم، 5-6 تا امتحانم مونده، اونا رو که بدم باید دفاع کنم. دیگه چی؟ از وقتی که اومدم تقریبا 1.5 سال 2 سال توی رستوران کار کردم. خیلی برام تجربه باحالی بود، خیلی. حالا اگر که دوست داشتید برام بنویسید که من اصلا دوست دارم که یه ویدیو جدا واسه اون دوران از زندگیم که تو رستوران کار میکردم
درست کنم. شهری که زندگی میکنم اسمش کیوجاست. من دانشجو شهر پادووام، یعنی کمپسم یه شهریه به اسم پادووا، ولی خونه‌ای که گرفتم توی این شهر کیوجا، یه شهر تقریبا 1 ساعت 1 ساعت و نیم با خود پادووا فاصله داره، 1 ساعت 1 ساعت و نیم با ونیز فاصله داره و خود وایب شهر و بافت شهر هم خیلی شبیه ونیزه. خودشون میگن یه ونیز دیگه است. دلیل اینم که اینجا من خونه گرفتم به خاطر اینکه ایتالیا توی این سالهای اخیر خیلی داره دانشجو میگیره، خیلی زیاد، و کلا تمام شهرهای دانشجویی با این مشکل خونه، نداشتن خونه، دست و پنجه نرم میکنن. اون سالی هم که من اومدم، یعنی 2 سال پیش، همین مشکل بود و خیلی از بچه‌ها شهرهای اطراف پادووا خونه میگرفتن و منم با چند تا از همکلاسیام اومدیم اینجا. خیلی شانسی اینجا رو پیدا کردیم، ولی خب الان من خیلی خوشحالم که اینجام، به خاطر اینکه کلا برای من یه حالت چجوری بگم، نمیخوام بگم سکو پرتاب، ولی منو خیلی تو زندگی جلو انداخت. اینکه مثلا من 6 ماه بعد از اینکه اومدم، خب بالاخره به نسبت شهرهای دیگه ارزونتره، دسترسی راحت تره، اجاره خونه پایین تره و اینا. خب مثلا من تونستم خونه تنها بگیرم و الان میتونم بگم 1 سال و نیم، 1 سال و خورده‌ایه که من دارم تنها زندگی میکنم. خب این چیزیه که اگر دور و اطرافتون دانشجو داشته باشید میدونید که خب این یه چیزیه که ممکنه که برای بقیه خیلی دیر اتفاق بیفته. نمیگم نشدنیه، ولی خب با توجه به هزینه ها بچه‌ها ترجیح میدن که با هم زندگی کنن. و اینکه خب مثلا ایتالیا سر داستانای اداری و کارت پرمسو اینجا بهش میگن، یه چیزی شبیه کارت ملیه که اگه اونو نداشته باشی نمیتونی از ایتالیا خارج بشی، فقط میتونی بری ایران و برگردی. خب باز من این مشکل رو اینجا نداشتم چون شهر کوچیکه و همه چی سرعتی انجام میشه چون تعداد دانشجو اینجا کمتره. و خلاصه با آدم‌های خیلی خوبی اینجا آشنا شدم. این خانواده‌ای که من پیششون توی رستوران کار میکردم، یعنی میتونم بگم فرشته‌های زندگی من بودن و مثلا میتونم 100 تا ویدیو در رابطه با اون دوران از زندگی و اون موضوعات بخوام میتونم درست کنم. ولی به هر حال الان من اینجام و تقریبا 1 ماه و نیمه که از رستوران اومدم بیرون و ترجیح دادم که کار خودم رو شروع کنم، یعنی برگردم به همون پیجم و درسم رو یه خورده جدی‌تر دنبال کنم. ناسلامتی من اینجا دانشجوام و ویدیوهای یوتیوبم، چون من هر کاری هم بکنم علاقه من آشپزی و این داستان هست دیگه. برای همین گفتم بذار بیام یه کار خودم رو شروع کنم. برای همینه که بهتون میگم که من به حمایت شما احتیاج دارم، چون که حالا جدا از علاقه زندگی خرجم داره. برای همین کانال یوتیوبم رو میخوام جدیدتر بگیرم. خلاصه همین، من الان آرایشم هم کردم همونطور که دیدید. بریم برای ویدیوها. خب تا تو اتاقمی گفتم بهتون گیاهام هم نشون بدم خوشگلامو. این دوتا آواکادو بودن که من قیچیشون کردم که دوباره چیز شن، 2 شاخه‌شن، یه شاخه سیخ رفته بودن بالا، خوشم نمی اومد. اینم که ارکیدم گوگولی. بعد این پتوسو از پنجشنبه بازار اینجا گرفتم، خیلی خوشگله، خیلی دوستش دارم. دیگه چی؟ یه دونم قلمه ازش گرفتم که بیشترش کنم. این ستا هم که یوکا و فیکوس و اونو نمیدونم اسمش چیه، میدونستم و یادم رفته، یاد میگیرم ولی فراموش میکنم. بعد من اینو دوست دارم همیشه تو ویدیوهام باشه، برای همین الان با من میاد که بذارمش اینجا. اگه پشت سرم هم میبینید شلوغه، اینجا میذارمش. اگه پشت سرم هم میبینید شلوغه به خاطر اینکه اینجا الان ماه نوامبر و هوا 11 درجه است و ما بیرون نمیتونیم لباس خشک کنیم، بر همین دیگه لباسا رو ما اینجا پهن میکنیم.
ما که یعنی من دیگه و همه مردم ایتالیا. البته بعضی از خونه ها احتمالاً خوشگون داره و مثلا خودشون توی خونه خوش میکنن، ولی خب معمولاً یا اگه آفتاب گیر میارن سری پهن میکنن بیرون، یا اینکه اینطوری تو خونه است دیگه. حالا اینا چون تو ویدیو نمیفته دیگه اشکال نداره. خیلی توی اینستاگرام از من درخواست چیز کرده بودن، اون سوپ کدو. برای همین من این کدو رو خیلی وقته، ببینین داره خراب میشه، خیلی وقت گرفتم میخوام کدو درست کنم، سوپ کدو درست کنم. 3 تا چیز میخوام درست کنم. این نصفش میشه سوپ، نصفش میشه دیپ، یه مدل دیپه که خب اصلا خیلی خوشمزه میشه. بعد باز با همون دیپه ما چیز میکنیم، یه دونه حالت غذایی که با پاستا درست میشه، یه دونه اونو میخوایم درست کنیم که اونم خیلی خوشمزه است. من قبلا یه جا خورده بودم، خیلی خفن بود. خلاصه ما با این 3 تا چیز قراره درست کنیم. نه توی چیز نمیفته. اینم برای اینجا گذاشتم، برای موقعی که میخوام از بالا به پایین فیلم برداری کنم دیگه نیاز نباشه اونو هی تکون بدم، فقط دوربین رو در میارم میزنم اینجا. این مثلا الان یه سوتی که دادم، یه تیکه از ویدیو رو گرفتم، بعد رفتم الان چک کردم، دیدم که ماگ قهوه‌ام پشت سرم بود، در کابینت پشت سرم باز بود. من اول راهم واسه همین دارم هی باگای خودم رو میگیرم. یه بخشم ویدیوم داره که باید سیب زمینی رو آبپز کنیم. یه قصد دیگه هم دارم از این حرکت، میخوام نشون بدم که ویدئوهای آشپزی واقعا سخت گرفتنش. عموما آدم ها فکر میکنن که خیلی میتونه. کیک و شیرینی به نظر من به مراتب آسون تره، به خاطر اینکه تو همه چیز مشخصه، ظرف و ظروفت، نمیدونم، حالا مگه که دکور خاصی داشته باشه، ولی ظرفا رو شستن خودشی داستان. الان دیگه منتظر میشیم که اینا آماده شن. این باید بپزه، نیمچه پز، اینا هم باید چیز شن، کامل نرم بشن و ادامه. چه غذای سختی هم انتخاب کردم واسه اینکه فیلم برداری کنم و ادامه فیلم برداری. عوضش ازش 3 تا ویدیو در میاد که این خیلی خوبه.
خب تا اونا داره آماده میشه اینا ما میریم قسمت های دیگه ویدیومون رو میگیریم. مثلا من الان چون میخوام 3 تا ویدیو بگیرم یه نون میخوام براش، یه مایه گوشتی میخوام براش، اینا رو آماده میکنم که دیگه میخوام ادامه ویدیو رو بگیرم دیگه وقت واسه اونا تلف نشه دیگه. همین بریم اونا رو درست کنیم. خب الان ساعت 7:30 شبه. من تقریبا نصف ویدیوهامو گرفتم، منتظرم که اینا فکر می‌کنم یه 10 دقیقه رو دیگه آماده است. اینا آماده شه تا اون موقع میخوام یه چیزی بخورم چون که گشنمه. چیزی هم که میخوام بخورم اینو ببینین، این خیلی چیز جالبیه، فقط سفیده تخم مرغ. نون باگت هم دارم، یه نصف آووکادو هم دارم. میخوام یه ساندویچ درست کنم دیگه سریع بخورم. بریم با هم درست کنیم. دستبندم رو بریدم. چیکار کنم؟ دستبندم رو خیلی دوست دارم. چه خوشگله. غذامو خوردم، اینا هم آماده شد. الان میخوام از توی فر در بیارم. یکی از کارهایی که خیلی زمان میبره و کار مورد علاقه من نیست اینه که تو ویدیوها باید خیلی حواست باشه که ظرف و ظروفی که استفاده میکنی تمیز باشه و لک و لوک نداشته باشه و اینا. و من معمولا قبل از ویدیوها اینا رو هم تمیز میکنم، لک و لوکی روش نباشه. چون بعد به خاطر اینه که چون از نور استفاده میکنی همه چی تو نور خیلی بیشتر میفته. شهری که زندگی میکنم ساحلیه، بعد یعنی دریا داره، بعد آبش آهکیه، اینی که قشنگ ظرفات همه لک دارن. بریم برای مرحله بعد. خب بچه ها ویدیو اول همین الان تموم شد، یعنی اینجا رو ترکوندم که حوصله داره بره بشورم. الان ساعت 8:45 شبه. 2 تا ویدیو دیگه دارم، احتمالا تا 12 اینا اونا تموم بشه. بعد ظرفا رو بشورم و بخوابم، فردا بلند شم برای ادیت. حالا بقیه ویدیوها هم اگه شد با موبایلم ویدیو میگیرم، یعنی پشت صحنه‌شو میگیرم دیگه. همین خواستم بهتون نشون بدم که چقدر سخته. حالا من میگم من خودم تازه شروع کردم، کم کم دارم هی قلق کارمو پیدا میکنم که ببینم چجوری برام راحت تره. ولی کلا چیزی که در نظر دارم اینه که هفته 3 تا ویدیوی اینستاگرام بذارم، 3 تا هم ویدیو یوتیوب، که یه پلنی هم دارم که حالت ریلزای کوتاه واسه اینستاگرام درست کنم و آموزش بلند مثلا طولانیشو بذارم توی یوتیوب. حالا ببینیم چطوری میشه دیگه. فعلا دارم چیزهای مختلف رو امتحان میکنم ببینم با کدوم راحت ترم و کدوم بهتر پیش میره. بخشی از مصائب کار فود بلاگریه. چراغارم فعلا خاموش کردم، اینا خیلی پر مصرفن. فعلا خاموش کردم، دوربینو زدم به شارژ، خود شارژ بشه و تا ویدیوی بعدی. آقا ساعت 12 شبه. این ویدیو رو براتون گرفتم و خیلی خسته شدم. الان باید برم یک خروار ظرف بشورم. خروار ظرف بشورم
و همینجا میخوام باهاتون خداحافظی کنم. اصلا دوست داشتم این مدلی تموم بشه ویدیو، ولی خب خیلی خسته شدم. اصلا فکر نمی‌کردم انقدر پیچیده باشه. بیشترین بخشی هم که کلا این پروسه کلا زحمت داره اینه که بعدش باید ترکیده ها تو جمع کنی دیگه، و من خیلی جام کوچیکه و همه کارامو باید خودم بکنم. و همین هر زاویه‌ای که میچرخم که مثلا یه خود بک‌گراندم بهتر باشه نمیشه. برای همین دیگه شما به بزرگی خودتون ببخشید. اولین ولاگمه، میدونم احتمالا خیلی کم و کاستی داره، ولی برام بنویسید نظر، پیشنهاد، انتقاد. و اینکه فکر کنم اول ویدیو با میکروفون بودم، الان بدون میکروفونم، به خاطر اینکه دارم ظرف مرف میشورم و جمع جور میکنم، همه چی رو درآوردم. خلاصه همین، این بود یک روز کاری من. شما رو تو ویدیوهای بعدی میبینم. سابسکرایب یادتون نره. فعلا خداحافظ.